سلام دوستای عزیز، امید که جور و ساعتمند و سر حال باشن. دوستای عزیز، بازم با ویدیو دیگه در خدمتتون قرار گرفتم. در این ویدیو میخوایم که براتون ترجمه میشن های سیزن M7 هفته 4 براتون به نشر بگذارم. دوستای عزیز، اگه داخل چنل جدید هستین لایک و سابسکرایب یادتان نره، زنگوله بغلش فشار بدین. دوستا بریم طرف ویدیو، لیتس گو. دوستای عزیز، این هفته 4 هست که امروز 12 وارد پابجی شده. ببینیم که چی میشن های را برای ما آورده. میشن اول ما گفته که باید در 15 مچ کلاسیک مود باید کامپنسنتور یا که امو مزل یا نوله است که براتون در روی صفحه براتون میگذارم، باید در 15 مچ کلاسیک مود از او بردارین، پیدا کنین و بردارین. میشن دیگه ما گفته که 2 نفر در مود کلاسیک وقتی که لند شوین یا پایین شوین 60 ثانیه باید وقتی که قبل از اینکه 60 ثانیه بگذره باید شما 2 نفر از بین برین. این میشن تا وقتی پوره میشه که شما در مود کلاسیک وقتی که پایین شدین 60 ثانیه نگذره 2 نفر از بین ببرین. این میشن تا پوره میشه. میشن دیگه ما گفته که باید هفته 4 و 5 هفته 5 بعد از هفته 4 یک چند روز وقت داره، شاید همون روزا رو گفته. هفته 4 و 5 باید 100 دقیقه را باید در بازی سپری کنن. در بازی میشه که کلاسیک باشه یا ارینا باشه 100 دقیقه را سپری کنن. این میشن تان پورا میشه. میشن دیگه ما گفته که باید 6 نفر توسط سلاح‌های اسنایپر یعنی کار 98 M24 و AWM در مپ ایرانگر کلاسیک مود از بین برن. میشن دیگه ما گفته که باید 3 کلاسیک مود باید تاپ 3 شوین یا تاپ 3 شوین وقتی که دوستایتان در تیمتان باشن. این میشن تا وقت پورا میشه که باید دوستایتان در تیمتان دعوت بدین و 3 بار تاپ 3 یعنی اسکواد اول دوم یا سوم شوین. این میشن تا به خوبی پورا میشن. میشن دیگه ما گفته که در مود کلاسیک باید 3 نفر توسط پن فینیش بدین، یعنی 3 نفر توسط پن از بین ببرین. این میشن تان پورا میشن. او هم باید اسکواد باشه. میشن دیگه ما گفته که باید اسپایدر کریت یا مو کریت اسپایدر کسه در کریت مردن کبوتی که در بعض از در مود اسپایدر من نوی هم در بعض جاها کسه صندوق هسته توسط تارک پوشانده شده، او را باید باز کنن. 3 بار یعنی اسپایدر کریت باز کنن در مود کلاسیک اسپایدر من نوی هم. این میشن تان تکمیل میشن. میشن دیگه ما گفته که باید 4 نفر توسط سلاح شاتگن S1897 در مود کلاسیک از بین میبرین. میشن دیگه ما گفته که باید علمت اسپیتسناس یا علمت لول 3 را پیدا کنیم و برداریم در 8 مچ کلاسیک مود. در 8 مچ کلاسیک مود علمت لول 3 را برداریم. میشن دیگه ما گفته که باید از مدکت 5 بار در کلاسیک مود استفاده کنیم یا همون خون کلانی که 100% خونتان پر میکنه، از این 5 بار استفاده کنیم. میشن دیگه ما گفته که باید 100 نفر توسط سلاح M762 در مود ارینا از بین ببرین. 100 نفر توسط سلاح M762 در مود ارینا بکشن یا از بین ببرین. این میشن تان پورا میشن. میشن آخری ما گفته که 100 نفر توسط سلاح وکتور یا همون SMG که هستن به نام وکتور در مود ارینا از بین ببرین. در 100 نفر که توسط وکتور در مود ارینا از بین ببرین. این میشن تان پورا میشن. دوستا، این بود از تجربه میشن های هفته 4 سیزن M7. اگر از ویدیو خوشتان آمد لایک سابسکرایب یادتان نره، زنگوله بغلش فشار بدن تا هر وقت که من ویدیو جدید براتون بگذارم شما براتون یک نوتیفیکیشن بیاید. دوستای عزیز، لایک از یادتان نره، کامنت یا کدام نظریه که داشتین در بخش کامنت میتونید نوشته کنید. دوستان دارم تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.